به نام و یاد پروردگاری که انسان را به نور و دانایی آراست و او را برای آبادانی زمین و خدمت به بندگانش برگزید. با درود بر کسانی که با اخلاص و تلاش و صداقت گام در مسیر توسعه و رفاه مردم نهاده اند. امروز به تاریخ 30 ربیع الاول 1447 هجری قمری از دستاوردهای انکشافی ولایت فاریاب سخن میگویم. به لطف الهی و رهبری مدبرانه مقام ولایت فاریاب در جریان سال جاری پروژه های مهم انکشافی در مرکز و ولسوالی های این ولایت تطبیق گردیده است. از جمله این پروژه ها می توان به اعمار تعمیر 5 منزله مدیریت ناحیه پنجم و اعمار ساختمان تجارتی و رهایشی در شهر میمنه، کانکریت ریزی و اعمار کانال سرک شفاخانه و لیسه ستاره، ترمیم و جغل اندازی 22 کیلومتر سرک ولسوالی قیصار تا منطقه شاخ که 72 قریه از آن مستفید می شود، اعمار 29 باب مکتب در مرکز و ولسوالی های مختلف این ولایت، نصب تنویر برق در سرک تاتارخانه، توسعه شبکه آبرسانی در ولسوالی ها و ترمیم مراکز صحی در سراسر ولایت اشاره کرد. برای این پروژه ها مجموعاً 543 میلیون و 607,612 افغانی تخصیص یافته است که شامل 146 میلیون و 24,725 افغانی از بودجه ادارات سکتوری و 397 میلیون و 582,880 افغانی از طریق دفاتر همکار می باشد. اکثر این پروژه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده شده و شمار محدودی با پیشرفت 90% تحت کار قرار دارد. این دستاوردها بیانگر تعهد جدی رهبری ولایت در راستای رفاه مردم و توسعه پایدار ولایت فاریاب می باشد.